نزدیکش آمدیم. مکتب متوسطه دوست امیر دوست محمد خان که یکی از مکتب‌های قدیمی شهر کابل است که در سال 1343 تأسیس شده. مکتب دولتی است، بسیار یک ساختمان که زیبا و مقبول، بسیار عالی. خلاصه دوستان عزیز کار جریان داره. روز قبل که دیم زنگ دیدیم از پیشتر دیدیم، باز بعض از دوستا گفته بود که پشت سرش بر ما نشان میدادی که چی هست، چی شده، ما ببینیم. دیگه تیراندازی دوستان عزیز یک لایه بسیار دبل و بزرگ. این دوستان عزیز بخش ریاست ترافیک هم بود که این هم در اثر بازسازی تخریب شد، یعنی قسمتش گیر آمدیم. از نزدیک هم دیدیم که اسکواتور سربام بالا شده بود و کار میکرد. و این هم دوستان عزیز در اخیر چهارراهی دیمزنگ شهر. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز اینی مکتب اگر بشناسین همیشه می آمدیم و از راه دور می دیدیمش و ما تو می رفتیم. امروز نزدیکش آمدیم. مکتب متوسطه دوست امیر دوست محمد خان که یکی از مکتب‌های قدیمی شهر کابل است که در سال 1343 تأسیس شده. مکتب دولتی است، بسیار یک ساختمان که زیبا و مقبول، بسیار عالی. ما دوستان عزیز کهنه شده و تقریبا دیگه شیشه ها و پنجره ها و کل ساختمان کم کم رو به نابودی هست. دیگه مسئولین یک توجه کنن به این مکتب که از مکتب‌های قدیمی است و میره تازه و زنده نگاه کنن. با مدرد دوستان عزیز که ما یک زرگک گلونم یک قسم شده بتون من مریضی خورم خاص نیست، اما یک قسم خارش میگیره دوستان عزیز. گلونه فکر میکنم چیز بند مانده، سلفه میکنم تا کو آرام شود و بعد از سلفه قبی که ناب دهنم قرط میکنم دوباره موالت رخ میده. یعنی نفهم که چی بخورم که جور شود. شما چیز را میفهمید در کامنت ها میشه بنویسین ما مستفید شویم و این مرض الهی مکنه. خوب دوستان نهایت گرامی، اینی سرک جوی شیر الا دیمه یا جالی آسمایی تا دیمزنگ بگویم یا جوی شیر تا دیمزنگ کار کنم شد خودتان بهتر میگین است. همون سرک این سرک قیراندازی شده، یک کارش بسیار زود پیش رفت نسبت به جوی شیر، چون که دوستان عزیز نه ساحه ملکی بود که خانه رو چپه کنن، نه کو بود، ساحه دولتی بود. یک ذره یک دیوالش پشت سر رفت، دیوال بسیار خوبی شد، استنادی دوباره برش جور شد و سرک عاجل مستقیم آباد کردن. این سرک هیچ وجود نداشت دوستان عزیز، منظور از این که ایجا کلن بند بود تا میشه فکر کنم که مو ساختمان دولتی ادامه داشت. دیگه کارش بسیار زود دوستان عزیز پیش رفت و قیراندازی شد. بسیار یک سرک بزرگ هم است. هزار دو سرکی که دو طرف میبینین که رفت آمد است، هزار دوش کرده ای بزرگ است، هزار دوش کرده. دیگه کارهای دیگهش مانده، پیاده روش و گلدانه و چیزایش مانده. جدولای گلدانه رو مورده بودن تا اون طرف بود، این طرف نموندن. دیگه درخت های از این طرف هم از کل چیزش. خلاصه دوستان عزیز کار جریان داره. روز قبل که دیم زنگ دیدیم از پیشتر دیدیم، باز بعض از دوستا گفته بود که پشت سرش بر ما نشان میدادی که چی هست، چی شده، ما ببینیم. دیگه تیراندازی دوستان عزیز یک لایه بسیار دبل و بزرگ انداخته شده، اما لایه اخیر مانده، همراه جوی همسط نشده هنوز. طرف دوستان عزیز کوه تلویزیون و کوه آنتن در تصویر میبینین. کوه آسمایی هم برش میگن، کوه شیر دروازه او طرف است. این کوه آسمایی است که یک باریکه را جور کردین دوستان عزیز، دقیقا همین جایی که پارک شهر است، یخدان کابل. دیگه اونجا یک باریکه را جور کردین مثل یک دره واره و دره نیست، بسیار یک جایی که دو کو نزدیک میشن دیگه باز پس دوباره دور میشن. دروازه اصلی هم دوستان عزیز اینجا جور میشه که دروازه را دیدیم فعلا اون طرف بود. کارا دیگه در جریان است. شهروال کابل خیر میبینم، گفت اگه خداوند عمر داد برای من کابل از پاریس هم زیباتر میسازم.
انشالله که خداوند طول عمر 1000 ساله نصیب همه مؤمنا و کسایی که خدمت میکنن به افغانستان بده تا در آبادی و پیشرفت افغانستان سهم بگیرن و افغانستان آباد بسازن. این دوستان عزیز پارک باغ وش است دیگه، باشه براتون نزدیکش کنم. هفته میدن اینی باغ وش است دوستان عزیز. دروازه ورودیش البته پارکینگش اون طرف تر است، یک دروازه ورودی اون طرف هم داره. خب دروازه عمومی اصلی امی هست. با معذرت دوستان عزیز، یک مرض بد هستی. حالا خب خیر یک ذره خوب میشه، شب که میشه آدم بسیار اذیت میکنه. یعنی موترایی رو هم که اینجا میبینین کلش ساده هستن دوستان عزیز. توی طرف چون سرک مکمل جور نشده، یک جایی مثل یک پارکینگ دیگه یا به خود جور کردن موترها مجسات میکنن، هم جایی که سرک خراب است و کار نیست که مردم ما رو میفهمین از فرصت استفاده میکنن دیگه. کلش کار دارن طرف ریاست ترافیک، کلش ما هم کار دارم. خب فعلا وقفه نماز و نان چاشت است، بعدا بیایم ببینیم اگر باز شوه. یک دروازه دیگه اینجا ساخته میشه دوستان عزیز. این ساختمان تقریبا 3 دروازه داره. این دوستان از بخش ریاست ترافیک هم بود که این هم در اثر بازسازی تخریب شد. یعنی قسمتش که را منیم از نزدیک هم دیدیم که اسکواتور سربام بالا شده بود و کار میکرد. و این هم دوستان عزیز در اخیر چهارراهی بیمزنگ شهر کابل که در تصویر میبینید و ریاست عمومی پلیس ترافیک. خوب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانالم چون سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی همه تونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.